کجا میری داداش؟ بلوارمی میری داداش؟ بیا داداش. کرایه‌اش چقدره فقط؟ 5 تومن بدید دیگه. 2 نفرید؟ 2 نفر. 5 تومن بدید. من خاصیت 4 تومن بیشتر ندارم. بیا داداش شرط نره جهنم بیاید. چا خسته نباشی. نوکرتم داداش. اول فاز چشامه. سلام داداش. سلام جیگر. کرم نه. بیا داداش. سلام علیکم. سلام داداش. آقا یه پلاستیک نداریم پولامو بذارم تو پلاستیک. تو پلاستیک یاری پلاستیک داداش. یک نیم آقا داداش. دست در نکنه. اول فاز چشام به شما میرسه پلاستیک. چرا؟ آقا این ذره جلوتر دکه هست ببخشید فقط اگه میشه یه دقیقه نگه داره من یه دقیقه آب یعنی یه آب منم بگیرم ببخشید داداش. بفهم یه لحظه ببخشید رو بگی نستس اول بسه بگی نستس دستی مفسه میکنی بگی الان میاد دیگه بده چی میگیری؟ بابا بذار آقا بگیر اینو بابا بذار الان میاد بابا سه نکنید دیگه اول فاز زدم ما شما بره دوزی اول فاز فلان تو من پول از اونجا یا خب آقا الان بیاد نمیگه بابا یار دیوونه میوونه است نمیبینید اصلا راه رفتنش معلومه چی نگید سه نکنید اول فاز سه نکنید الان یارو رو سر اینجا پیاده میکنم اون یا اهلی تمام چی خوب میگی سه نکن داداش سه نکن بود پول من کو اینجا پول گذاشتم چه پوله؟ آقا من اینجا یه دسته پول گذاشتم ازت پلاستیک گرفتم پلاستیک مگه نگرفتی بری آب معدنی بیاری فلان آب معدنی نه دستمه بدون پلاستیک پلاستیک من انداختی رفت پلاستیک من مال پلاستیک فلان قد خرشه ای بابا شما برداشتی آره واسه شما برداشتین آره این برداشت داد به این برداشت داد به این برداشت داد چی دروغ من که دستم داداش گچ نگاه کن چه برداشت پول منو آقا با خودت بردی یعنی چی عرضه بگردم ببینم این چی بزن ویدیو چک بزن ویدیو چک شما شاید کردی بیان زبنم بیان زبنم زمین دارم سرده زمین 224 تا بیا این چیه؟ آقا این چیه پوله؟ پول خودمه این پول توه پول من این 4 بسته ببینم این پول من ببینم واسه کار دارم بده یکیش کمه پول من واسه ببینم پول من آقا اول صف بازی میکنی بعد یکشو برمی در نظر تو چی بتونه آره چیه ای آدم های کسی بیا همون یه پول کمه ای آدم های کسی یه پول از من کمه بیا همون برید و برقه خدا پولتون بکنم از سنت خجالت بکش وایسا وایسا نه وایسا آقا همین آقا یه لحظه سلام سلام قومی یعنی چی آقا نگیر سلام قومی این دوتا سارقن یکی سارق کسی بعدن دوزی سامان آقا به این میگی فلان بهمانی هست اینا دوزن برفزقه اینا جامعه این دوزه سن تو خجالت بکش خدا بکش سلام قومی یه شغل افراد جامعه کثیف انگلا رو حرفی که امروز جمعه نعمت تقصیر این آقا بود برای چی گردن میگیری که برای چی گردن میگیری یه بسته پول منو نمیدید
یا پولتو میکنم. من یه چی به شما حرفی که امروز زحمت تقصیر هم نبود. یا پولتو ببین تو هم رو تقصیر داشتی این برداشت. داداش چی بگم بهت یه لحظه بگو. شما که رفتی آب مدنی بخری بگو. همین آقا راننده پولو برداشت گفتش بذارید این آقا نمیفهمه نس میکنه. گفتی خدا شاهد ما بر نداشت. من دنده رو نمیتونم. خدا شاهد ما بر نداشت. خدا وکیله قاضیه نمیاد مالت شاهد بکنه که. برای چی گردن میگیری تو؟ برای چی گردن گرفتی؟ من بذار زنگ بزنم چی معلومه اینم از دزدی آوردی. این زنجیر طلایه. فارغ انگل. نگاه کن مثلا الان زنگ بزنم 110. اصلا بردارم چرا میدادم به اونم میذاشتم کلانتری 15 بول برام نگه داشت شما من کلانتری 17 19 20 کلانتری پام به کلانتری تا حالا وا نشده. از من دستم باز شده. به خود تو آقا شما خودت داری مسخره می‌کنی. من فکر کرده شلوار تحویلتون میدم. من فکر کرده شلوار پلنگی پوشیدم مرد نبردی فکر می‌کنه آقا بگو زهرمان خاک تو سرت دوست کسی بیا همون برا اون عینکیه اون عینکیه بیشور این دوسته من کاری تو هم نکردم. برو دیگه الان کاری نکردم. عجیب کدوم انگلی در بلند به امان عجیب حساب هرکی آدم در برد. خب مگه چون تو جیب اون بوده اون برداشت همین آقا گفت نس کنیم پول. به ما چه ربطی داره خب؟ من نمیدونم آقا من نمیدونم اونو نشان بده اول اون یه دونه که برداشت کجا گذاشتی؟ اون یه دونه تو تو شرطش هم دوره آقا اون یه دونه که برداشت تو پول نکن این حرکت اون یه دونه که برداشت کن آقا اصلا برو کلانتری من خودم از شما شاکیم. بزن آقا برو کلانتری یعنی چی؟ آقا یعنی چی آقا؟ یعنی چی؟ داداش ما دوربین مخفی درست میکنه